در کدام کارها مرد و زن برابر است؟ الرجل و المرأة شطرین للنوع الانسانی. اینو هر دوشون جفت هستند، نوع انسان هستند مرد و زن. خیلی که الله تعالی در امور تشریع فرق نکرد، حقوق، واجبات، احکام شریعت برای هر دو هست. خیلی که الله تعالی در سوره ذاریات گفت که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من انسان ها و جن ها و انسان ها رو فقط برای عبادت آفریدم، تنها به خاطر آن آفریدم که لیوحدونی، تا اینکه مرا یگانه پرستش کنند، مرا یگانه اعتقاد کرده عبادت کنند. در اینجا زنها را هم در بر گرفت، مردها را هم در بر گرفت، جدا نکرد. اینچنین آنها در ایمان، در ثواب، در عقاب، در ترغیب و ترهیب، در فضیلت، در حقوق، در واجبات ها برابر هستند. خیلی که الله تعالی در سوره نحل آیه 97 میگه من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبه. کسی که عملی صالح کند، خواه مرد است خواه زن، ببینید من ذکر او انثى گفت، خواه مرد است خواه زن، مرد پیش گرفت. کسی که عملی صالح کند، خواه مرد است خواه زن است، و شرطی که وهو مؤمنون، مؤمن باشد، فلنحيينه حیاة طیبه، ما برای او حیات خوش میدیم، حیات پاک، حیات خوشبختی براش انعام میکنیم، تحفه میکنیم، و شرطی که اون عملی صالح کند. ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، و ما در آخرت برای او مکافات بهترین میدهیم، از عملش دیده مکافاتی عالی تر میدهیم. و انه خلق الزوجین الذکر والانثى، اینو گفتیم در بالا. خلاصه در عموم عبادت ها آنها فرق ندارند، لیکن عموم گرید فرق ندارن، لیکن هست جایهایی که الله تعالی بین زن و مرد فرق کنه. بعضی عبادت ها هست خاص برای مرد ها هست، بعضی عبادت ها هست خاص برای زن ها هست، و دلیل برای یخیل نبودن آنها در همه وقت در سوره آل عمران آیه 36 الله تعالی میگه که ولیس الذکر کالانثی، هیچگاه مرد مثل زن نیست. مرد پیش گرفت، هیچگاه مرد مثل زن نیست. اینا مثل هم بی مثل نیستن، برابری هم دیگر نیستن. و این چونین در سوره اعراف الله تعالی واقعا وقتی که این حکم گفت، الله تعالی حق دارد، الا له الخلق والامر، الله تعالی ذاتی که آفریده است، الله تعالی ذاتی که فرمان میدهد. یعنی الله اینو گفته است که مرد مثل زن نیست. دیگه کی اعتراض بیان میکنه به خواست الله و به امر الله تعالی؟